اینجوری بدو رفتم همه یوتیوبرها رو جمع کردم داخل بزرگترین ویدیوی کال آف دیوتی موبایل، یعنی مسابقه بین 50 یوتیوبر بر سر جایزه میلیونی. قرار این یوتیوبرها برن با هم دیگه داخل این مپ بزرگ 4 چالش رو انجام بدن و آخرین بازمانده برنده این جایزه میلیونی میشه. و یادتون نره این ویدیو رو لایک کنین، چون خداوکیلی پدرم در اومد این همه آدمو جمع کردم. بچه پس یه لایک یه بیلاخ به این پایین بزنین. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم. مردم بچه ببخشید. و بیاین با هم دیگه بریم شروع کنیم. Let's go. سابسکرایب چنل یادتون نره، زنگوله رو هم فعال کنین. Let's go. آماده این اسکواد سی اونی که سی توشه با کد تیم. برین یه آری بردارین زود. برین نیلوفر رو اینا برین بچا. اول سیکرا با اسکوادت برو. پویا آیبوم برو یه دونه آری بردار با اسکوادت. برو پسر. تنها با دلتین نچنک برین یه آری بردارین با اسکوادتون. برین اینا چیکار میکنین؟ دلارامینا با سیمینینا برین یه دونه آری بردارین. کیله با بچا اسکوادت برین یه آری بردارین. ماریا جان تو هم برو یه اسکواد با اسکوادت برو یه دونه چیز بگیر. خب بچا هانی پلیز اینا ساب کنین اونا برن. خب شما هم برین الان یه دونه او آر بی بگیرید. قضیه از این قراره وقتی که او آر بیاتون رو گرفتید قراره برید اینور اونور آقا تکون نده لطفاً بچا، لطفاً ماشین گرفتین دیگه تکون ندین، همونجا وایسین بشینید. آفرین همینجا وایسین دیگه. اوکی ببینید میتونین از الان دیگه مشخص کنین میخواین چه چاپری رو بردارین. میتونید زرنگ بازی در بیارین، میتونید داخل مپتون نگاه کنید چه چاپریایی رو بردارین. تو زون هم خواستین برین اشکال نداره بچا. 1 2 3 4 5 من 5 تا چاپر رو الان توی مپ میپینم، ولی خب چاپرای دیگه هم هست که قایم شدن. سوارشین آقا سوارشین اسکوادای اسکل ایوان اند برو بشین دیگه. بشین آقا ماشین مدل بالا تأثیری نداره. با شمارش من بچا وقتی گفتم میرین دنبال چاپر میگردین. 1 2 3 برو دنبال چاپر بگرد. چاپر رو میارین همینجا. اوکی چاپر رو میارین همینجا. برو ببینم چیکار میکنین ها. خب بچا بریم چیکار میکنن ها. برو ببینم چیکار میکنین بچا. همه دارن میرن داخل این پلتفرم. مطمئنم باید برن پلتفرم. ابوال سیکرا بریم چیکار میکنه. ابوال داری مسابقه درخت. اما ای نفری آقا این اسکواد ابوال سیکرا حذف شد. کلا آریشون از دست داد و حذف شد. ابوال سیکرا از همونجا که اومدین لفت بده برو خونتون. ابوال سیکرا اینا بچه حذف میشن. آریشون خط قرمز مثل زیدش میمونه. این آروی که رفتیه چیکار کنم حذف آقا لفت بده. ابوال سیکرا با اسکوادش لفت بدین همتون. آقا اسکواد ماشاءالله بچه ماشاءالله. به سربازا دست نزنین، کنار سرباز هر کی باشه یه چک میزنم. ماریا اینا چاپر آوردن دیگه، تنها چاپر رو بچه صبر کن یه اسکرین شات ازتون بگیرم. خب اوکی بچه فعلا شما چاپر آوردین، بریم میارن باز چاپر یا نه. اینا هنوز با او آر بی دارن میگردن. بله اینا هنوز درگیر چاپر هستن. کال می ببینم چی کار میکنی ها. کال می تا 10 ثانیه وقت دارین ها. 10 ثانیه. 10 9 8 پویا ببینم چی کار میکنی. 7 6 5 4 75 3 2 1 0. نه قبول. اوکی قبوله. فکر کنم یه اسکواد دیگه یه نفر یه اسکلی مونده. بزنم کیه بچا. یه عزیزم اند بچا میخواین یه 2 روز دیگه شما بیاین. یه 2 روز میخوای چای پهن کنم واسهتون اینجا بچیا. چادر بزنین ان شاءالله نوبت شما میرسه. آقا شما حذف شدید چون نمیتونین چاپر یک بار مصرف و 2 بار مصرف کنین. منتظر بلکید. برو بابا. خب آقا بچه‌هایی که بازمانده هستن، بازمانده های عزیز، بذار یه اسکرین شات ازتون بگیرم. بازمانده ها آقا کسایی که حذف شدین از داخل روم لفت بدین لطفاً. تو گوگل میت هم لفت بدین. فقط کسایی که موندن بیان. بریم واسه چالش بعدی.
خب بچا قضیه این بازی از این قراره که شما همتون لندتون کجاست؟ توی مپ پیر. بچا پیر رو نگاه کنین. چالش دوم از این قراره که اونجا باید لند بدید. بچا بریم چیکار میکنین دیگه؟ لند بدین پیر. بچا با ماشین حالا هر چیزی پیدا کردین همتون برین اونجا دیگه اگه نرسیدین، ولی فکر کنم برسین دیگه. همتون اسکوادتون کنار هم باشه، لطفاً به هم دیگه نچسین بچا. حداقل 20 متر با یه اسکوادی که روبروتون فاصله بگیرید. بچه همینجا که تو پیر هستید آپگرید نیو ورژن سیتی رو اگه ملاحظه بفرمایید لطفاً پا به رهنه بدوید تا اونجا. مرسی بچه. اگه تو زندگیتون همینقدر میدویدین الان سیکس پک داشتید. برین بدوین سر آپگرید وایسین بچه، سر آپگرید وایسین تا ادمینا و سربازها برایتان قایق فراهم کنن. بدوید ای مردم، بدوید، هجوم بیاورید. بذار ببینم ملیکا دیوتی کجاست. آقای ملیکا دیوتی اگه داری یه دوتا جامپ بزن دست نزن. آفرین، برو پسر، برو. بچه‌ها ملیکا دیوتی رو ملاحظه میکنین در حال دویدن. آقا برو، دست نزن. آنی پلیز برو پسر. آنی پلیز قلبش شکسته، جواب نشنیده بود. برو. آقا 3 تا قایق اینجاست. آقا میمونای عزیز که رفتین بالا وایستادین برین پایین لطفا. آقا این یاسین اسپایسی میمون رو مشاهده میکنین بچا. این تو لیدربورد هم میرفت این بالا کپ میکرد با جک 12 تا نفر اول لیدربورد بشه. ایمان آی پوکو برو پایین. آقا برو پایین دست و پات میشکنه بعد جواب پس بدین. برو پایین. خب بچا الان بذارین چالشو بهتون توضیح بدم لطفا. انگار مهد کودکی به قرآن. خب آقا قضیه، آقا دست نزن بیا عقب تو آب. لب آب ممنوع. حذف میشی یا گردونه جدید اومده این کاراکتر لژنده. آقا برو پیش آپگرید باس کد تیم. بچه‌ها بریم پیش آپگرید وایسین. بدو سی بی ادب. برو آقا سیمین من دارم بهت میگم برو اون بالا وایسا. برو آقا گوش بده. قضیه از این قراره که شما قایقاتون رو وقتی من 1 2 3 گفتم اسکوادی قایقا رو برمی‌دارید. حالا بهتون میگم قایقا کدومن دیگه. و تا نگاه کنین بچه‌ها مپتون رو باز کنین. آپتوس و آوتپوست رو می‌بینین. تا اونجا باید مسابقه بدین دیگه. چل دستی و دیگه رفتین تو خشکی و این چیزا به من رفتی نداره. و فقط 3 اسکوادی که رسید اونجا به فینال، به نیمه فینال البته راه پیدا میکنه. به 3 اسکواد اول الان دیگه دستاتون و انگشتاتون رو گرم کنین که قرار استارت بخوره. اگه سربازای بچه این سربازا عقب مونده ما دیگه ببخشید بچه‌ها دیگه کندن. آقا سربازای مشنگ اصلا میدونی قایقا رو بیارین کجا؟ سربازای اسکل قایقا رو بیارین پیش آپگرید. خاک تو سرتون آوردینش اینجا. من دارم با شمولتون حرف میزنم میگم چیز رو بیارین. بچه ببخشید صدای من میوت بود یه ساعت داخل کالمونا. آقا سربازای احمق قایقاتون رو پیش آپگرید اون من یه ساعت میوتم دارم با شمول من حرف میزنم. برو آپگرید نیو سیتی. آقا نیو سیتی برو پیش آپگرید اونجا. برو دختر برو. آقا سجاد احمق داداش من مرو دشتی اسکل میگم برو پیش آپگرید میبینی کجاست؟ پیش اون بره. ملودی جان استارت اون قایقتو بزن. بچه با عرض پوزش دوباره یوتیوبرای عزیز میدونن از درآمد افتادین ولی صبر کنین الان بچه‌ها میان. خب تحمل کنین بچه‌ها. میتونین بچه‌ها مرامی دراز بکشین و اون یکی تیمتون استفاده کنه تا بچه‌ها برسن. این صحنه دارک ادیتور لطفا اینو رنجی کن بچهای یوتیوب نبینن. ماشاءالله بچه‌ها اینجا دست آتوسا رو از پشت بستین ها. دست آتوسا چیکار میکنین بچه‌ها؟ به خدا الان شما چند نفرین بچه‌ها؟ 30 نفرین. الان میشیم 60 نفر با این کارهایی که شما دارین میکنین. لطفا این کارا رو نکنید. آقایون اسکوادها ردیف وایسید. اسکوادا به خط، همه به خط وایسید. اسنو قری با آیبون برو اونجا دیگه پیش بویا وایسا دیگه. اسکوادا پیش هم دیگه. ببینم آقا یوتیوبر عزیز 5 کا سی پی ببرید میتونین ویدیو یوتیوب بگیرید داخل این استا. با شمارش من همه مثل اسکل ها هجوم میارین و اصلا واسم مهم اسکل ها میگم وایسا ملیکا برو میرم. میگم با شمارش هیچ چیزی نگفتم. ببین با شمارش بنده همتون هجوم میارین سمت قایقا و واسه مهم نیست اسکوادی وایسین یا نه. اول اینکه قایق خالی اصلا نباید برین چون اون قایق حذف میشه. باید صبر کنید و همتون پر بشه قایق. و ببینید بچه قایقتون رو که پر کردین هیچ اصلا دست به روندنش نزنین، همون جا وای میسین تا پر شه. وقتی پر شد 1 2 3 گفتم قایقا رو میرونین تا اوتپوست باید برونینش بچه. خیلی چالشای زیادی دارین. آماده این بچه ها؟ 3 2 1 برو.
پویا اسکل برو. تو وایسا اینجا چیکار میکنی؟ قایقا رو پر کنین ولی تکون ندین ها. تکون ندین قایق، فقط بشی توش. تکون نده. هی تکون نده. سرتر نکن آقا، سرتر نکن. همونجا وایسا یه دو نفر آفلاینه اونا هم بیان. آقا با 3 2 1 من استارت میزنیم. 3 2 1 برو. ببینیم کی برنده میشه بچه‌ها. بله اسکواد ماریا همین الان حذف میشه. زرنگ بازی نداریم ها. رفتی قایق دیگه بگی قایقتون خراب کرد. قایق چقدر زحمت کشیدن سربازای چینی عقب مونده ما واسه قایق که خرابش کنین. بله ببینیم نفر اول کیه. واه انگار بندرعباس تو رو قرآن. سه تا قایق اول کیان؟ بابا بنازم موتور چی جد سیسیا. بچه خاک تو سرتون، سیسیا دارن از شما جلو میزنن. برو ببینم کی ملیکا دیوتی کجایه. ملیکا پارو بزن. بله نفر اول اسکواد سبز رنگ لجن و لجنزار، رنگ دوم اسکواد ملیکا اینا که رنگ پرچمش رنگ انه و با عرض پوزش واقعا رنگ انه. من نمیدونم چی بگم رنگش. بله این دوتا پا به پای هم دارن میان. پا به پای هم نوکش برخورد کنه یهو میبینین همشون میان داخل ساحل و همه با هم به چوب میرن. بچه‌ها این مسابقه یه چی بهتون بگم که همیشه بازی چیز نیست. مثلا میگن خرگوشه و پلاک پشته، یهو میبینین اصلا اون دوتا اسکل اسکوادو میبینین یهو میبینین میترکن یا یهو میرن داخل خشکی. ما که نمیدونیم بچه‌ها. مسیر همیشه طولانی نیست. اسکواد سوم خیلی فاصله داره با اسکواد چهارم. اسکواد چهارم و پنجم دارن گریه میکنن خدایا یه چیزی به ما بده، یه نعمتی چیزی بده ما برسیم اونا. پا به پای هم هستن. نیتروژن رو وارد میکنه ملیکا دیوتی، جیغ میزنه. هر چی گفتی الان تو وایست واسه خودت، من میدونم داری چی میگی. برو به سر، پارو بزن، زجاز برو. ماشاءالله سیسی راننده کیه؟ راننده سیسی اینا کسی جز باس داره تموم چیزشو میذاره. باس میدونستی اینجا باید با تمرکز برید جلو چون قرار موانع زیادی رو بهت نشون بدیم، موانع یخی. یا مثل تایتانیک نشینا غرق بشین بچه‌ها. ببینم چیکار میکنین دیگه. با تمرکزتو ببر بالا. تمرکز کنین بچه‌ها. اوه چه فرمون زیبایی داد باس پایه یکی ها کلک. باس برو تا تش باید بخوری به اون تش. میبینی تش کجاست؟ تش بدو پسر. برو. اسکواد اول کسی نیست جز اسکواد سیسی اینا. اسکواد دوم اسکواد ملیکا اینا با پارتی بازی یاسین اسپایسی اومدیم کلک و سجاد داداش. خب و تبریک به اسکواد اول دوم سوم. دیگه بچه‌هایی که وینشان اسکواد اول دوم سوم لطفاً برین بالا سکو وایسین. خب بچه‌های اسکوادهای 1 2 3 شما به فینال رفتین. آقا دیگه همتون لفین واسه چالش سخت‌تر بعدی که سولوه. لف بدین. بچه چالش بعدی از این قرار. اول که لند میدین بچه همه لندتون کجا باشه؟ لندتون به این دورمیتوری. خط پایان میبینین داک یه پل هست پیشش. داک به اون ور پل کجاست؟ پیر میرسه. 7 نفری که از اون خط پل رد شدن با موتور به مرحله فینال راه پیدا میکنن. اوکی همتون جمع بشین سر جاده. آقا سر جاده تو خونه چیکار میکنین شما بچه تا موتورا رو پیدا کنن؟ من یه چالش بدم به بچه‌هایی که دارن چیز بازی میکنن. آقا هر کی سر پاس گیه بچه دارم. سیسی تو گی سیسی زده بالا. ول کنیم بچه سیسی. همه سوار موتوراتون بشید. همه سوارین دیگه. اوکیه با صدای بنده 3 2 1 برو ببینم چی کار میکنین ها. بریم آقا برو جای اشتباه نرین. آرکس باید مستقیم بریم. اینجا اشتباهه. آرکس حذف میشه از اونجا. بریم برو به سر. ببینم چی کار میکنین. از همون جاده باید برین ها. برو 7 نفر اول میرن واسه فینال. برو ببینم چی کار میکنی به سر. برو فعلا کد تیم اوله یعنی 5000 سی پی رو کد تیم میبره. برو بچهای سنگین سوار رو مشاهده میکنین.
فعلا 7 نفر اول کیان؟ ببخشید بچه توفم زد بیرون، انقدر دارم زر میزنم. نفر اول کد تیم، نفر دوم هانی، نفر سوم دلارام، نفر چهارم سیسی، نفر پنجم یاسین اسپاگتی، نفر ششم جینکس و نیلوفر. یعنی این مسابقه چجور قرار باشه؟ اوه اگه برن تو آب حذف میشن، باید اینجا تمرکزشون رو زیاد کنن، برن تو آب حذف میشن. هانی دیگه زیادی داره. اوه هانی شده نفر اول، یعنی کی میرسه به پل پیر و پل پیر رو رد میکنه یا ابلفه. فعلا نفر اول هانیه، ببینیم هانی چیکار میکنی. بذاریم برابکس کد تیم نفر سوم شده. کد تیم فکر کنم بنزینش تمام، بنزین سوپر میریختی پسر. نفر دوم سیسی داره قدرت سیسیش بهش دست پیدا میکنه. یعنی کی میبره؟ سیمین کجایی تو که سی پی آر رو بردن؟ سیمین در حال رفتن و پیشتازه. بابا بنازم بچا. نفر اول رو مشاهده میکنین هانی. بچه هانی داره فکر کنم محسن لرستانی گوش میده به خاطر شکست عشقی که داخل ویدیوی ملیکا خورد. محسن لرستانی رو پخش کرده و در حال مشاهدهش هست. این سیگار هم تو دستش گرفته. هانی اگه محسن گلستانی با بوق زدن همه چی رو به ما گفت. نفر اول یعنی کی میتونه باشه؟ هانی اسکل باید بری تا ته پیه. برو وای دستا برو هانی. برو تا تهش. بچه‌ها دوربین رو بریم بذاریم اونجا، بریم نفرات اول کی قراره بشه. نفر اول یاسین اسپاگتی از تچخ میزنه این پسر. نفر دوم هانی یا آیار ایکس. هانی، بله نفر دوم هانی، نفر سوم آیار ایکس، نفر چهارم سیسی، نفر پنجم که این اسکول فیلمبردارمون، نفر پنجم کد تیم، ششم یارود اسمش رو چی بود، نفر هفتم یعنی کی میتونه باشه؟ دلارام. بله دیگه بچه‌ها. نفر خب سیمین عزیزم. بچه‌ها آقا سیمین لفت بده. بچهای سربازا با بقیه بچه‌ها پخش نشین. یه از بچه‌ها رو بشمارم. سربازا برین یه گوشه، بچه‌ای که وینر شدن هم برن پیش داخل صندوق عقب این ماشین وایسین. خب آقا بذار بشمارمتون. 1 2 3 4 5 6 7 درسته؟ آره 7 دیگه. بقیه بچه که باختین آقا دیگه اوکی. بچه دمتون گرم. بریم واسه مرحله فینال. خب مرحله آخریم بچه عزیز. همه لند داخل فارم کنار باس. آقا مرحله آخر از این قراره باید با نایف برید و باسو بکشید و هر کسی که تونست باسو بکشه برنده این دوره از جام جهانی میشه. ایزرت یعنی کی میتونه 5000 سی پی رو ببره واقعا؟ یعنی کی؟ امیدوارم اونقدر پول داشتم به همتون بچا سی پی میدادم. ولی خب آقا لند بدین ای یوتیوبرها، لند بدید، لند بدید که گوشی من داره میگه مزیار هم در اومد انقدر ریکورد کردم. خب آقا همه پشت این فنسای چوبی بریم. اون هاپوه نیاد بیرون واسهتون. آقا اینو نیار، بذار بره بخوابه. پشت فنسا همه به خط به یه ردیف وایسین. پشت سر هم نه، پشت فنسا وایسین مثل این الوحش چطوره میخوام. آقا بچه‌ها آماده این دیگه؟ لطفاً سربازهای گرامی، سربازهای عزیز برید در محتط من. برین عقب یکم. خب آقا گوش بدین بچه‌ها. قضیه از این قراره که شما باید این باسو بکشین. و باسو چجوری می‌خوایم بکشین؟ بذار از بچه‌ها یه دو تا اسکل اونور هست، من به اونا بگم بیان. اسکلا با نایف باید باسو بکشین. آقا بریم اونجا وایسین. برو پیش باس وایسا. دلارام جان عزیز برو وسط وایسا. دلارام وسط پیش باس. پیش باس برو اسکل. دور خوش بچه‌ها. دلارام باس کجاست؟ اون قوله هست که چیز تو دستشه. آفرین فکر کنم فهمیدی بچه‌ها. یه تشکر ویژه میکنیم از سربازانی که زحمت کشیدن برای ما، از پول خودشون ماشین خریدن، قایق خریدن، آوردن واسه بچهای تیم و تونستیم این ویدیو خفن رو واسه شما بگیریم. بچه‌ها به خاطر زحماتی که بچه‌ها کشیدن این ویدیو رو لایک کنین. بچه‌ها البته وظیفه‌شونه در مقابل شما. الان فوش میدن. خلاصه که بچه دمتون گرم که بودید و کنار من بودین. عاشقتونم و دوستتون دارم. خب بریم بچه بریم سراغ ویدیوی اصلیمون. خب بچه آماده این دیگه؟ به خط وایسین.
با شمارش من 1 2 3 که گفتم میرین میافتین به جون باس و میکشینش دیگه. کسی که باسو کشت برنده 5000 سی پی میشه یا پولشو میبره. بیشتر سی پی بچه، چون دلار دارم حوصله پولشو ندارم. خدا خب با شمارش من 1 2 سی گفتم آقا بیا عقب، بیا عقب آقا، بیا عقب. سی گفتم بیا عقب، بیا عقب، بیا عقب آقا. ای باس بیا عقب، باس بیا عقب. باس عزیزم ول کن، رحم کن بهش، بیا عقب. بچه‌ها این قبول نیست، بیاین عقب بچه‌ها بیا عقب. ای خدا بچه‌ها میبینید بچه، برین عقب، برین عقب، باس نزنتون، برین عقب باس بره تو خونش، برین عقب. نزنش آقا، نزن باسو، اچ پیش رفت. بچه‌ها برو عقب آقا، نزن باسو، نزن بچه‌ها نزنین باسو. میشه برین عقب‌تر باس ایکس رفت اون دنیا. آقا برین اونور، باسو بزنین بره تو لونش. خب آماده این بچه‌ها؟ با شمارش بنده همه آماده باشین. 1 2 3 برو. خب بریم مشاهده میکنیم کی میتونه باسو بکشه و برنده 5000 سی پی میشه. بچه‌ها اگه دیدم این ویدیو ترکون، با شما بچه‌ها ویور میریم و 2 تا جایزه 5000 سی پی میخوام بهتون بدم. بریم چیکار میکنیم بچه‌ها؟ ویدیو رو بترکونین، لایک، کامنت، سابسکرایب و کانال یادتون نره. بریم کی میتونه باسو بزنه. باسو هر کی بزنه بچه‌ها وین واسه اونه و پول و برنده میشه. بچه‌ها هر کی باسو زد اسکرین شات بگیرین ازش، شاید واسه من باگ بخوره. یعنی کی میتونه 5000 سی پی رو ببره؟ 5000 سی پی کی میتونه بچه‌ها؟ پوریا کیل اوه مای گاد، یاسین اسپایسی برنده 5000 تومن شد. 5000 تومن، 5000 سی پی شد. مبارکت باشه آقا یاسین. آقا دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگه از این سبک ویدیو خوشتون اومد و دوست داشتین با شما ویورای خودم عشقای داداش قربونتون بشم این ویدیو رو بگیریم، لایکاشو سابسکرایبشو بترکونید که من حداقل بدونم این ویدیو واسهتون جذاب بوده و خلاصه ویدیوهای خفن‌تر و بهتری بگیرم. راستی این ویدیو ترکون 2 تا جایزه 5000 سی پی میخوام مسابقه بذارم بین شما بچه‌ها. کانال تلگرام ادیتور میذارم اینجا، حتما جوین بشین چون خبرها اونجا بیشتر میذارم. عاشقتون، خیلی زیاد. تا ویدیو بعدی، پیس اوت.